به نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان و با رحم. اول سلام و درود خود را به کل بینندگان میرسانم. ما اهل ایجاد این کانال یوتیوب بهر شما یک چند معلومات ها را عاید پیدایش حضرت آدم و پیدایش ابلیس یعنی شیطان به شما پیشکش کردن میخواهیم. اول یک چیز مهم را باید قید کرد که خداوند الله بزرگ و توانا همیشه وجود داشت و نه چیزی دیگری بود و نه کسی دیگری. این سخنهای ذکر شده در حدیث مسلم نیز آورده شده است. و الله خواست که بیافرد، خلق کند و همه آن مخلوقانی که آفریده است او را شناسند و پرستش کنند. اولین چیزی که خداوند خلق کرده است این قلم است. درباره این قلم نیز در حدیث های مسلم آورده شده است. خداوند قلم را برای آن آفرید که نویسد، ثبت کند. و باز خداوند سنگ را آفرید، یا اینکه به مانند آن کاغذ و یا ورق هم گوییم. و خداوند به قلم فرمان داد که نویسد همه آن کار و حادثه هایی را که باید رخ دهد و یا انجام یابد و تمام مخلوق هایی که باید خلق گردند. باز به قلم در اراده خداوند چیزی که بود، چیزی که میخواست نویسد. برای همین همه کارها تا آخران ذره و قطره نوشته شدند. یعنی در همان سنگ در بالا گفتم. عالمان و محدثان بحث ها میکردند که این سنگ در کجا باشد. بعضی آن میگفتند که آن سنگ در آسمان چهارم است و بعضی آنها در آن عقیده بودند که آن سنگ در آسمان بالاترین موجود است. و عقیده های گوناگون در مسئله دسترسی به نوشته های آن سنگ یعنی غیر الله، گروه از محدثان و مفسران در آن عقیده بودند که به این نوشته ها غیر از الله بزرگ و توانا کسی دیگری دسترسی ندارد. بعضی عالمان دیگر در آن عقیده های بودند که و بعضی از ملائکه های عالی مرتبه قسمتی از آن نوشته جات ها معلوم می باشد و قید کردن لازم آید که در این سنگ نوشته جات ها به آن درجه بسیار است که غیر الله توانایی خواندن آن را کسی داشته باشد. بعضی محدثان عقیده آن را داشتند که ملائکه دو گروه میشن. یعنی اگر به سوره تحریم سوره 66 آیت 6 نظر اندازیم، بعضی ملائکه های هستند که همه فرمان های الله را نقطه به نقطه به سوال و جواب عملی می سازند. اما اگر به سوره بقره به آیت 30 نگاه کنیم، می بینیم که گروه دیگری از ملائکه های هستند که سوال می دهند، سوال میکنند از الله. آنها برای آن سوال نمیکنند که بحث نمایند با الله. آنها تنها با آن خاطر سوال میکنند که برای خود معلومات بیشتر گیرند. و بعداً الله در آیت 32 میگوید، یعنی سوره بقره،
من همه آن عملهایی که شما پنهانی و آشکار عملی میسازید میدانم. یعنی الله به ملائکه ها پنهانی گفته چی را در نظر داشت و برای همین مفسران و عالمان میگویند که قسمی از ملائکه های والا مقام برای آن میپرسند که برای خود چیزی فهمند و قسمت دیگری آن ملائکه ها برای آن سوال میکنند که به آنها چیزی از آن نوشتجات هایی در بالا ذکر شده معلوم بود که با آدمان چه حادثه ها باید رخ دهد، وگرنه آنها از کجا میدانستند که آدمان در زمین خونریزی ها می نمایند. اصلا اگر به خود کلمه خون نگاه کنیم، این قسم بیالوگی آدم است. آدم کشی و خونریزی کنی این در نهاد انسان ها می باشد. عالمان دیگر به این فکرها ضدیت نشان داده میگویند که خونریزی این کار هست که ملائکه ها الکی آن را میدانستند، یعنی از عملهای مخلوقان پیش از آدمان در زمین بوده. الله هر گونه حیوانها را آفریده بود. مثلا آن دینازورهایی که ما میدانیم، این مخصوص به دینازورها تعلق دارد. یعنی دینازورها را ما انکار نمیکنیم، برای آنکه ما میدانیم که زمین بسیار هزار سالها پیش از آمدن آدم به آن آفریده شده بود. دلیل عجیب است که مفسران گفتند که آدمان در زمین نه آنقدر بسیار زندگی می نمایند. آنها می گویند که از وقت حاضره ما تا دوره حضرت عیسی 2000 سال بوده و از دوره حضرت عیسی تا دوره حضرت موسی تخمینا باز 2000 سال دیگر و از حضرت موسی تا حضرت ابراهیم باز 2000 سال دیگر و از حضرت ابراهیم تا به حضرت نوح باز هم 2000 سال دیگر و از حضرت نوح تا به حضرت آدم علیه السلام تقریبا باز 2000 سال دیگر. و آنها چگونه گفتند؟ بسیار این گپ ها از حدیث ها آورده شدند که ما گفتن نمیتوانیم که آنها با پررگی صحیح درستند، اما این کار هم کرده نمیتوانیم و میخواهیم گفتند که بسیار این سخنها از حدیث ها و روایت های پیشکش شده می باشند که آن را در طبقه بندی اسرائیلیان آوردند. در این موضوع حدیث پیامبرمان صلی الله علیه و سلم است که میگوید این سخنها را کلا قبول نکنید و نه به باوری پررگی انکار کنید. برای چی آن را باید به باوری پررگی قبول نکنید؟ برای آنکه شما ممکن است که سخنهای نادرست را نیز قبول کنید و در حالت قبول کردن سخنهای نادرست را نیز قبول کنید و در حالت قبول کردن میتوانید بعض حقیقت و در حالت انکار کردن میتوانید بعض حقیقت را نیز انکار نمایید. اسرائیلیان از کجا آمدند؟ حدیث های اسرائیلیان از کجا آمدند؟ از عالمانی که مسلمان میشوند، از عالمان یهودی که مسلمان میشوند. همه آن خبرهایی که در کتاب تور پیش آمده بودند آمده میرسوندند. همه ما و شما کتاب تور را میدانیم، این کتاب حقیقی است. ما نمیتوانیم که نوشتجات های آن را انکار نماییم، برای آنکه در حالت انکار کردن آن ما حقیقت را نیز باید انکار کنیم.
اگر ما چیزی را یعنی با کتاب قرآن مقایسه نماییم، کتاب قرآن انکار کند، ما نیز انکار میکنیم. اگر نه کتاب قرآن و نه احادیث پیامبرمان انکار نکنند، در این حالت چگونه که پیامبرمان صلی الله علیه و سلم میفرمایند ما میتوانیم گوش کنیم و خوانیم، ولی نمیتوانیم گوییم که این کاملا راست است یا درست است، و این را هم گفته نمیتوانیم که این سخنها دروغ هستند و یا اساس و دلیل ندارند. خداوند پیش از آن که آدم را آفرید، جنها را آفرید. آنها در زمین و آسمان زندگی میکردند. پیش از آن وقتی که آنها یعنی جنها در زمین فسادکاری های زیادی میکردند، خداوند آنها را وظیفه دار کرده بود که تنها او را بپرستند، بشناسند و فرمان برداری کنند. وقتی که خداوند به مخلوقانش یعنی جنها را وظیفه دار نمود و آنها از جنس خودشان یعنی جن را همچون پیغمبر به آنها میفرستاد و جنها نیز بسیار پیغمبر را فرستاده. خداوند جنها را از آتش آفریده است. شما میتوانید تصور کنید که وقتی شما از آتش باشید، میخواهید بجهید و بپرید و بدوید. این یکی از صفت‌های هست که جنها دارند. میخواهند که بین یکدیگر مسابقه و مبارزه برند. میخواهند که نشان دهند که کدامش از یکدیگرش زودتر است، تیزتر است و با قوتتر است. و در بین آنها البته جنهای خوب هم هستند و خداوند را فرمان برداری میکنند. این را خداوند در سوره جن میگوید که جنها دو گروهند، یعنی جنهای خوب و جنهای بد، و در زمین هر دوی این گروه زندگی میکنند. وقتی که پیغمبرمان به نزد آنها می آمدند، بسیاری آنها را میکشتند و در زمین فسادکاری های زیاد بسیار میکردند. در سوره صافات و در سوره جن خدا میفرماید پس از به دنیا آمدن پیامبرمان صلی الله علیه و سلم، جنها تنها در یکم آسمان گشت و گذار میکنند و خلاص، حالان که آنها پیش از این در چندین آسمان ها رفت آمد میکرد. و همین طور شیطان یا انقترش ابلیس کی بود؟ در بین جنهای خوب یک جن بود که خداوند را همیشه فرمان برداری و همیشه او را عبادت میکرد. در زمین و آسمان جای نمونده بود که او آنجا عبادت نکرده بود. پس از مدت خداوند چنین رفتار ابلیس را دیده او را تا چند به خود نزدیک می سازد و خداوند تا رفت این عبادت کنه های او را دیده در آخر با او اجازت می دهد که به جمعیت ملائک ها یا فرشتگان داخل شود. این را ما می توانیم در سوره بقره پیدا کنیم و در سوره هجر نیز این سخن ها وامیخورند. پس از چند خداوند و گروه از ملائک ها می فرماید که آنها باید به زمین فرایند تا که زمین را از فسادی جنهای فسادکار تازه کرده تمام جنهای بد را نیست نابود سازند. ابلیس این سخنها را شنیده از خداوند اجازت می پرسد تا که با آنها به زمین فرامده در نیست کردن جنهای بد اشتراک کند و خداوند با او اجازت می دهد و همه آنها یک جایه به زمین فرامده تمام جنهای بد را نیست می سازند
و گروه کمی جنهای خوب باقی میماند که تمام جنهای حاضره از آنها دام یافتند. خدا در سوره بنی اسرائیل می‌فرماید که ابلیس ملائک نبود، او جن بود. برای چه خداوند این را میگوید؟ برای آنکه ما میدانیم که یگان ملائک خطا نمیکنند و فرمان خدا را رد نمیکنند. خدا طبیعت آنها را چنین آفریده است، لیکن جنها می توانند از فرمان خدا سرکشی کنند. اما در عقیده های انجیلی ابلیس را ملائک رانده شده می نامند، یعنی با زبان روسی گوییم اگر پادشی انگل می نامند، که مسلمان ها به این باوری ندارند، چونکه یگان ملائک سخن خدا را رد نمی کنند. برای همین ابلیس که ملائک نبود، او فرمان خدا را رد کرد. وقتی که خداوند به ملائک ها میگوید، یعنی بعد صدها سال یا 1000 سال بعد، این دقیق نیست، من میخواهم که باز به دنیا خلیفه جانشین بیافرم. در این حال ابلیس فکر کرد که خدا خلیفه گفته‌اش را از جمله جنها می آفرد، اما مقصد خدا آن نبود که او از جمله جنها جانشین خودش را در زمین بیافرد. او میخواست که مخلوق نو را بیافرد و این سخن ابلیس را به حیرت گذاشت، چونکه این همه سالها او آرزوی آن را داشت که او اداره کننده، خلیفه و جانشین در روی زمین می شود. ابلیس این همه آینده زیبا را به خود تصویر کرده بود. باز به زمین چون جانشین، چون پیامبر برمیگردد و جنها را اداره میکند. پایان قسم اولی روایت. خدا نگهبان.